6 تا نکته ساده بهت میگم که ریاضی رو مثل آب خوردن نمره بالا بگیر. آخریش از همه مهمتره. نکته اول، مرور مفهومی و خلاصه نویسی. شما کتاب رو باید فصل به فصل مطالعه کنید، نکات مهم رو یادداشت کنید و حتما یادتون نره که یه خلاصه نویسی خیلی خوب از فرمول ها داشته باشید. نکته سوم، حل تمرین هدفمند. یعنی چی؟ یعنی شما از تمرین های سطح پایین شروع میکنید، به تمرین های سطح بالا میرسید، اون بخشایی که وقت گیر هستن رو جدا میکنید و بیشتر روشون تمرکز میکنید. نکته چهارم، حل سوالات سالهای گذشته است. توی کانال که اینجا واسهتون میذارم سوالات سالهای گذشته رو هر امتحان واسهتون آپلود میکنم بچه‌ها. حتما دانلودشون کنید و عین امتحان واقعی تایم مشخص کنید و سوالات رو حل کنید. نکته پنجم، رفع اشکال و تثبیت. مباحثی که بلد نیستی حلشون کنی حتما برو سراغ ویدیوهای آموزشی که واسه بیشتر جا بیفته. میرسیم به نکته آخر که از همه مهمتره، یعنی مرور و جمع‌بندی شب امتحانی. شما باید خلاصه هاتون رو دوباره دوره کنید، سوالات پرتکرار رو دوباره حل کنید و حتما یادت نره که به جزوه فرمول هات دوباره نگاه بندازید.